میدانی که حق الله بالای بنده ها چیست؟ حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله ایست که عبادت یک الله کرده شود، همراه الله شریک جور نشود. امروز شما ببینه در یک مملکتی که داد از اسلام میزنه، کلی چرایا و سرکایتون دروازه های سیاه در یک بیرقش یا الله نوشته است. شاهدی بده، شاهدی بده. در یک بیرق یا الله نوشته است، نیست یا ابوالفضل است یا ابو عبدالله است یا حسین یا فاطمه زهرا یا علی است. کدام کلمه است همی؟ ای علما بگویه همی کدام کلمه است؟ کلمه شرک است یا کلمه توحید؟ و ما شما در زیر دروازه‌اش تیر میشیم. در اون حالت ما زندگی میکنیم، ملت زندگی میکنیم. خالق دین نفهمیده، وحدانیت الله را نفهمیده. الله از خاطر ما در هر خطبه در هر عقد میگیم یا ایها الناس اعبدوا ربکم. آدم